شیرجان چی شده؟ مثل که سرکه برات آوردی؟ چی خوب است آدم مثل کو باشه، استوار و کتکی. مثل اینکه اوشت نبود چی پرسیدم؟ ما یک سر و هزار سودا داریم، اگه اوشم نبود معافم کن. برای نداره، وقت چرت است. کار نوت مبارک، مثل که فالبینام شدی. ما روی تالیت وا کردیم، تو زیادتر ازی چرتی میشی، خواست چشمایت میپره، خوراکت کم و رنگت زرد میشه. دهانت به خیر واکو، چیز دیگه یاد نداری که بگوییم؟ شیرجان اما تو نیست؟ والا نمیفهم چی بگویم، مثل ای که راست میگی. دیدی که با زبان خدا قرار کردی؟ به چی فکر میکنی؟ به تو. با من؟ هان به تو. چه خوب بود اگه گودی پرانا چشمکایی به خوبی چشمای تو میداشتن. فایدهش چی؟ فایدهشی که او وقت گودی پرانه اثر تمام کوچه ها تار میدادم تا کل کوچگی ها، کل مردم رکاخانه و کوچه علی رضا خان و باغلی مردان ایران چشمکای گودی پرانم میشدن. او وقت گودی پران تا چند مفرختی؟ 1 لک. چقدر کم؟ خیلی 10 لک. آله شد 1 دفعه پیسه دار میشی. مگر نگفتی که پیسه رو چی میکنی؟ اقا پیسه را بازم کاغذ و بانس میخرم و گودی پران میسازم. عجب نداره. در کلی کاغذ پرانا چشمای تر میکشم و بازم دعوا میکنم تا مردم ببینن که چی چشمایی داری. باز چی میکنی؟ بازم همین کار میکنم تا آخر عمرم، تا آخر دنیا.
شیر جون اگه کسی به من نظر داشته باشه تو چی میکنی؟ چشمشو میکشم کارش میسازم. دختر خاله نیکی بازم همسایتان فضلو از بغل بغل بیرا پت طرف سعی میکنه. آن خب من هیچ پروایشو ندارم. بیبی دختر خاله سیم باره تار زدی. شیر جون تو مرا که من پیچنده میتونم؟ این ای دختر خاله کلش مرغک پیچاندی. تو میبینی کل تارو چه قسم ساختیه؟ چرخه که رنگ بودگه تو از این طرف تار بیدی؟ نه یکم اگر رو پسر بس؟ نه دیگه دیگه پسر بس؟ پسر کی چیز واسه آخای ایلاش نه ایلاوه کنده میشه کنده میشه نه با کنده میشه تار خراب میشه تار خراب میشه
السلام علیکم. فضلو بیا چای بخور. خدا یارت. شیر؟ به این وقتا بالایت خو کده. دبام دیده نمیشی. بیادر ما چیز دیگه میسازم که در خوت هم ندیده باشی. چی میسازی؟ بالون یا تیاره؟ بهتر از یا آرس میسازم. آرس. آرس؟ طاهره. بله. ننیم بیچاره اونجا روی اولی رو جارو میکنه. بان که کالا ری بوشه بخی برو پایان. خب من بس ما جارو میکنم. خب ما تو رو شناختیم فضلو. تو دروغ میگی. در کل کوچه همی قصص این گپ دان بدان میگرده. به می خاطر از روی همسایداری اینه خبرت کردم. باز دلت مقصد نگویی که فضلو نوجوان بود و حق همسایداری را ادا نکرد. اگه این گپ دروغ و تهمت باشه بد میبینی فضلو. اگر دیگه پایت دی خانه مانده بودی نام مامون زخات بوده رسونده از اینجا برای برای خدا ما به دنیای خدا بغیر یک خور خورده دیگه کی آسمان با زمین بخوره. دختر ما به یک کفتر بازو کلی پران بازه میتم. بازه دنیا خود مرد کم نیست که دختر ما به یک خوردادی به سر پایت بتم.
ای درک جیلانی شمالا را تورانی ای درک جیلانی شمالا را تورانی الله برامک الله بیسپرامه چیل کنیم قد از نور شمال الله بیاق چیلش کنیم مغاز که ندیدم و ازش خبر ندارم. تایری از دست رفته. تایری فیلمی چی دستایی داشت، سفید تر از سینه کفتر. سبا عید است. سبا تایر کالای نو می پوشه. سبا که دخترها روی ما چی میکنه. سبا از پدر و مادرش ایدی میگیره و تو کاغذ بران. سبا چی میکنی؟ پر میزنی، پرواز میکنی، سر خانیش میری یا نی؟ اگه میری خوب، اگه نمیری درت میتم، پاریت میکنم، دو تکیت میکنم. جل جلاله حق است نامت یا رسول الله. خدایا تو بزرگستی به حق پیرا، به حق چاریار، به حق امام اعظم و زیارتا که مرا به مراد برسانی.
عاشقان عاشقان عاشقانی دتان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد عاشقانی دتان مبارک باد عید آمد که ای سبک روحان عید آمد که ای سبک روحان رتبه‌های گران مبارک باد عاشقان عاشقان عاشقانی دتان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد بر تو ای ماه آسمان و زمین بر تو ای ماه آسمان و زمین تا به هفت آسمان مبارک باد عاشقان عاشقان عاشقانی دتان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد عاشقانی دتان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد عاشقانی دتان مبارک باد عید بر عاشقان مبارک باد عاشقانی دتان دی کاکا یک شایبان شیر عیدت مبارک تیاره چی شد؟ بالونی چی شد؟ حالا نقل آرستکی بخوریم سلام ننه عیدت مبارک تا و عبادت قبول عید خودت مبارک بچه خدا سرخروی سرفراز داشته باشه زنده باشی ننه زنده باشی بیا بچه گلم یک پیراج چای بخور نوشک جانت ننه چای نمیخورم
حالا جام که شیر کلیکه سزای قرود او گرم عیدت مبارک. عید خودت مبارک. نام خدا نام خدا بگی دامه چون بگی بگی نام خدا این آزاتی گرفتیم. جانم چیره گرفتی؟ آزاتی گرفتیم. حد شدی؟ عشقه؟ عیدت مبارک. نگیری برانو مرا برک مرا دایگو. چوب جوانم نگیری بران مرا. پایین
شیر تیاره چی شد؟ بالونی چی شد؟ حالا نقل آرستکی بخوریم. تو پس کن. ما روی تالیت وا کردیم. تو زیادتر از چرتی میشی، خواست چشمایت میپره، خوراکت کم و رنگت هم زرد میشه. دنیایم خراب شد. اگه تمام دنیا را کوچه بگیره، اگه دروازه های زمین و آسمان بسته شود، اگه 7 کوه و 7 دریا پیش پایین پیدا شود، بازم پشتش میرم، هرو مرو پیداش میکنم، دل سنگ بابیش نرم میکنم. اگه نرم شد خوب، اگه نشد وابا جانش. گر جهان کوچه شود کوچه، هزاران کوچه از پایت می آیم، بی تو کی می پایم. ور جهان جاده شود جاده بس دور و دراز، می گشایم بال پرواز پایت می آیم، بی تو کی می پایم، بی تو کی می پایم. در خانه با خانه، هم با هم کوچه با کوچه، در خانه با خانه، هم با هم کوچه با کوچه. ما تو را می خوانم، خاک پایای تو را با چشمای می مالم، با چشمای می مالم. زندگی بی تو مرا خسته
به تو خورشید جهان به نور است، به تو آرام دل از دل دور است، به تو خورشید جهان به نور است، به تو آرام دل از دل دور است. بیادر دم اینجا کنم کوچی نام دیگه کنم. یک چند راه پیش کوچه بار یک کس را ما آوردم تو رو برو که بری دست راست در دست راست یک دروازه آبی است دست راست. شیر مرا نمیشناسی؟ تو گودی پرامباز کفتر فروشه کی نمیشناسه؟ تو ده کلی کوچه ها مشهور استی؟ صبر کو کاکولی تا بفهم یک نان چند فتیرت.
داد میکنه چه میری برو برو نسکو ما بچه ارز نیستم آش مردا دیر پخته میشه بخه بچه فضلو کت کبیر قشتی میگیره نه خیلی کت رزاق میگیره رزاق بخه بچم بخه این رزاق میگیره میگیرم میگیری بچه فضلو کت رزاق میگیره غفار بخه بچم خلیفه حسن در شاگردته فتا بخه بچه درست است خلیفه کت محمود میگیری؟ ما خبر گفته بودم نیکی میخوایم کت محمود قشتی بگیرم خلیفه حسن شیر کت محمود قشتی میگیره محمود قشتی من تازی کتیش کت شیر قشتی میگیری؟ بخه درست است میگیره کت شیر با خبر باشه سبا روز اول جشن دباغ قاضی پالوانی سبا دیگر روز اول جشن دباغ قاضی پالوانی سبا روز اول جشن دباغ قاضی پالوانی شیر جان براستی که تو شیر بودی ما خطا کردیم گذشته را سنوات پس از این ما تو بیادر قرآنی استیم زلیخا میفهمی من امروز خوشحال هستم که هیچ برات گفتن نمیتونم میفهمی زلیخا محمود آقا که شیر آشتی کردن شیر زیبات میای خانه ما من میتونم رو ببینم من میتونم کتیش باز گپ بزنم الان شکر که من ترا خوشحال میبینم طاهره جان شیر جان براستی که تو شیر بودی ما خطا کردیم گذشته را سنوات پس از این ما تو بیادر قرآنی استیم بین دو سنگ آرد هستم سنگ عشق و سنگ بیادری طاهره خوار محمود است محمودم بیادر قرآنیم چی کنم طاهره یا محمود مردار قول است
عشقش سر مرا دیگه خانیش نمیرم، دیگه گپش نمیزنم. السلام علیکم. علیکم السلام. عاقبت مردن است. دنیا تیر میشه، دنیا به غمش نمیارزه. دنیا 4 روز است. او ماتو، او شب 14، او تک و تنها. مرا میبینی؟ شعر میبینی که گریه میکنه؟ لعنت به دنیای بی‌وفا. Jai Ho Khari
شیر جان بخیر. شیر جان اینجا چی میکنی؟ هیچ. چرا هیچ؟ او خدایا بندگی اونا کارت هستن، دوی ما قبول کن، اینا رو به مراد دلشان. تو اینجا چی میکنی؟ بند بسته میکردم. خیر باشه. برای کی؟ برای دلم. برای دلت؟ هان برای دلم، برای تو که خدا نیستت نکنه، برای تو که خدا کمت نکنه، خدا دورت نکنه، برای تو. طاهره جان، تو وقتا پیش روی تعلیم واقع کرده بودی، حال خواست شما این پریده، خوراکم کم و رنگم زرد شده. دیگه چی میخوای؟ خودته، جان جورته. او گپام از دوستی بود. آلیا حال چی؟ تو خودت میفهم، آزارم ندی. چی را؟ گپ راسته، گپ دل ما را. دیگه گپ ما بین ما نیست. از گپا گپ پر آمده، او سالا را باد برده. ها ما و مامود
شیر جان براستی که تو شیر بودی ما خطا کردیم. گذشته را سنوات پس از این ما تو بیادر قرآنی استیم. شیر جان تو قول دادی، تو قسم خوردی، مگه من قولی ندادی؟ من دوستت دارم، من دوستت دارم، من خواستن خواهید هستم. دایره جان دیدار ما به قیامت. شیر جان از پشتم نگردی خونم بگردنش. شیر جان یارا حاکم صاحب زنده خوب باشی. چی خوب قصه میکنه. بگیریم حاکم صاحب بگیریم. حاکم صاحب حالا بگیریم نیوانوش جان کنیم نه؟ میگیرم. خوب مرزا صاحب ما منتظر جواب شما هستیم تا به خوشی و میمنت دست بالا کنیم و شیرینی بخوریم. والله ما چی بگویم؟ هیچ نمیفهمم. مرزا صاحب یک شما مرا به غلامی خود قبول کنین، سر مرا پیش دوست و دشمن بلند می سازیم. حاکم صاحب ما و شما یکی دیگر از سالهای سال است که میشناسیم. ما پیشتر مرزا بودیم و خدمت کردیم. دیگه چیزی گفته نمیتونم. راست بگویم چی کسی بهتر از شما داماد ما بوده میتونه؟ خیگم خلاص است دیگه. مبارک باش حاکم صاحب. ایجا دیگر نکن بخونه چو پوش بد است بچین سرگب بابید کس گب زده میتونه. البته می به تقدیر قسمت بود بچین. البته می نوشته شده بود به تقدیر قسمت. چو باش دیگه بد است چو برو خونه.
حاضر با امان خدا. 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 خوش آمدید. با امان خدا. با امان خدا. خوش آمدید. با امان خدا. خوش آمدید. با امان خوش آمدید. از برای خدا بدارین که تایید چی کده جان مادر چرا قربان چیه و مادرک چرا بچیم از برای خدا بدارین که تایید چی شده از برای خدا بدارین کلنگی چرا چی که بسنه تایید نمیفهمم چی کده تایید جان تایید مادر هیچ نمیفهمم که چی شده دیگر را صدا کنین بدارین از برای خدا زار خورده بانش که بمرد کفا بیل نمیبود همین جمعه مانده بود که بگوش
نه چطور شد؟ طایره زنده است یا؟ بچیم شکر فضل خدا بخیر تیر شد. حالش قبط نیست. اگر به خاطر قولم کت مامود نمی بود دنیا را به خون می کشیدم. بودی دمیجان نبود چرا بگیری نکنی؟ چوبش دیگه بس است. چرا دیگه میکنی؟
های درک جیلمی شمالا رو تو را برای کی؟ برای چی؟ شیر بالونی چی شد؟ تیاره چی شد؟ حالا نقل سکای بخوریم تو کرگوه شلافو چرت چی را میزنی؟ چرت نامردارم چرت پودارم چرت تارم برو فضلو مکتت کار ندارم مکتت کار دارم آن سالا را گاو خورده که تجاره نداشتی ولی وقت فضلوست وقت ماست وقت سرشکستنت است مثل که بازو مریف میپالی ما؟ معریف ندارم لا حول ولا چشم سلکو برو موش تو امی غار تدا گپ رسیده لا حول ولا فضلو این گزوی میدان شرط ما کل زندگی اگر مرد سی سبادت نپقلیل کو سفر نگو درست است با تا میجا معلوم میکنیم سکه آمده نه؟ سال آزادش کردیم برات میبرومش بیمار تاره فهمدیم لالا هیچ رای نده سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چطوری قیم جان آقایتون خوبه نباشی اسمت تو گودی روا کو جنگ شما منداز بلام تو برانه کو شک بگی دور برو تیز تیز بودم بابا شیر ببرم ببرم بابا شیر ببرم بابا شیر ببرم فضلو بیشتر درست است درست است ای بیشه خرم ببره ببره
جمع کو یوسف کش میکنم چرخه سایی نگرفتی؟ شرمانی ما بابا محب دادر چقدر خطاستی فقط که میگردی کو خیرت هست عشق دیگه نمانید الله گپ از گپ تیر شده دیگه خیرت حوصله کن نماندین دیگه دیگه اسمت طاهر راست گفتی حق گفتی راستی که عاشقی پشت کور خم میکنه شیر جان تو قول دادی تو قسم خوردی مگه ما قول ندادیم ما قسم نخوردیم ما دوست دارم ما خواستن خواهد هستم اگه پشتم نگردی خونم بگردم شیر جان شیر مردار قول است ما از قول نمیگردم به تو خورشید جهان به نورات به تو آرام دل از دل دورات به تو خورشید جهان